صبح 10 ایول در تاجیکستان زمین‌لرزه با قوه 5.6 بال رخ داد که در نتیجه در ناحیه تاجیک‌آباد 5 نفر به هلاکت رسیدند که 4 نفرشان کودک بودند. در رشت باشد 2 نابالغ در بیمارخانه بستری شدند. طبق معلومات پیشکی در ناحیه رشت 19 خانه و در تاجیک‌آباد قریب 300 منزل ضرر دیدند و با سپارش پرزیدنت کشور یک قطار مقامداران به جای حادثه سفربر گردیدند. سراغ نوارهای زمین‌لرزه را در زیر ویدیو و در اشاره بالا ببینید. دیروز باشد در ناحیه دیوشتیج یک راننده از عهده اداره ماشین برآمده به درخت برخورده اتوماشین آتش میگیرد. در نتیجه راننده اتوماشین و مسافرش زن 35 ساله در جای حادثه به هلاکت میرسند. دخترک 6 ساله‌شان با جراحت ها در بیمارخانه بستری گشته است. خود همان روز راننده مرسدس بنز در ناحیه رودکی پیاده‌گرد 60 ساله را پخش نموده است که او در جای حادثه به هلاکت رسیده است. آژانسی مبارزه با کروپسیا میگوید که 2 نفر با گمان فروش بلیط هواپیما با نرخ‌های بلند بازداشت شدند. گفته می شود که یک فروشنده با حقوقشناسی نقطه دیدبانگاه فرودگاه دوشنبه چیپته‌های پرواز به روسیه را از 9.5 تا 12.5 هزار سومانی فروختند. این در حالی است که نرخ رسمی نه بیشتر از 50.5 هزار سومانی مقرر شده است. مریم ایسویوا هنرپیشه خلقی تاجیکستان که با نشانه‌های کرونا ویروس در بیمارخانه کسالی‌های سرایتی بستری است از بی‌توجهی گله کرده گفته است که همشیره‌ها سوزاندارو گذراننده زود برآمده می‌روند و به پرستار نیاز دارد. این خبر در حالی است که قربان علی رحمان هنرمند خلقی تاجیکستان پس از چند روز مبارزه با کرونا ویروس وفات کرد. کانور مکگرگر پیش از رقابت سوم خود با داستین پوریه گفته است که فردا من این آدم را مجبور میکنم که برای تمام حیاتش جواب گوید. من جدی هستم. فردا شما در این اکتاگون میمیرید. باید گفت که این رقابت صبح پس از فردا با وقت تاجیکستان دایر میگردد. این بود چند خبر مهم امروز برای شما برای کار میخواهیم.